حلالم کن. اوستا ابراهیم. سلام مراد. من میرسونمت. لزومی نداره. در ضمن یه نونوا به جای من پیدا. چرا اوستا؟ دیگه نمیتونم کار کنم. به خاطر سلامت جسمیتون؟ دوست ندارم دروغ بگم. من حالم خوبه ولی نمیتونم با تو کار کنم. دیگه تحملشو ندارم. فعلا خداحافظ. پسرم بخور دیگه. میل ندارم. یعنی کیه؟ سلام مادر ملک. منو شناختی؟ لطیفم، دوست دوران سربازی مراد. لطیف خوش اومدی. مگه شما آلمان نبودین؟ برای همیشه برگشتی؟ نه برای همیشه. من بر نمیگردم اینجا. دیگه مایل نیستم اینجا زندگی کنم. نمیشه برگشت اینجا. مراد خونه است؟ مراد. لطیف. من برگشتم مراد. من پولا رو برداشتم. از الیف قایم کردم. نامه ها رو اصلا به الیف ندادم. لطیف اون خبر نداشت. تقصیر من بود. همش تقصیر منه. تقصیر من. پسرم حالت خوبه؟ باز چی شده؟ یه اتفاق عجیب افتاد. اینجوری منو میترسونی. چی شده مراد؟ لطیف. مراد تو حالت خوبه؟ میدونه چیه لطیف؟ راستش من عیبی نداره. مادر ملک گفت این اواخر خیلی خسته میشی، واسه همینه. لطیف باید یه چیزی بهت بگم. این کاغذها چیه؟ برات که بگم میفهمی. روزی که رفتی آلمان یادت میاد؟ برادر مراد، الیفو به تو میسپرم. خودت میدونی نه تو ده نه تو شهر ما کسی رو نداریم. فعلا با پولی که بهش دادم میتونه مدتی رو بگذرونه، ولی اون راه و چاه و بلد نیست. لطفاً تو مراقبش باش. من به محض اینکه رسیدم آلمان یه کاری دست و پا میکنم و براش پول میفرستم. نگران نباش رفیق. مگه ما دوست دوران سربازی نیستیم؟ برو به سلامت برو. خب دیگه خدا نگهدار. خدا حافظ لطیف. به خدا میسپارمت. دست شما درد نکنه. اینجا؟ بله. برادر مراد، اینجا واسه تو بهتره خواهر. تازه پولاتم جمع میکنی. تنهایی و خونه رو میخوای چیکار کنی؟ باشه برادر مراد. راستی لطیف خبر داره؟ معلومه که خبر داره. من ترتیب همه چیو دادم. خیلی ازت ممنونم. بله خب برو.
حق بزرگی به گردنم دارین. برای همین میخوام تلافی کنم. خیلی خب، حالا پولا هیچی. تو چیز دیگه ای نشنیدی؟ نه. ببین، لزومی نداره بهم دروغ بگی. الیف به تمام نامه هم جواب داد. چی؟ به تک تک نامه هم جواب داد. اگه نامه ها اصلا به دستش نرسیده باشه چطوری این کارو کرده؟ ولی قسم میخورم نامه ها رو من برداشتم، پولارم همینطور. ببین رفیق، من به اندازه کافی رنج کشیدم، دیگه بسه. چی بگم، قلب من دیگه مثل سنگ شده. سنگ. اون دیگه به من اهمیت نمیداد. خب میدونی شاید 20 تا نامه برام نوشت، ولی هر دفعه به خاطر حرص و طمعش میخواست پول بیشتری براش بفرستم. من فرستادم. اما همیشه 250 یورو تو پاکت بود. هم 250 تا، هم 300 و هم 500. آخرش شروع کرد به تهدید کردن من. چه تهدیدی؟ گفت میره، دلش میخواست از زندگیم بره بیرون. منم ولش کردم. از زندگی و آدما و مملکتم دل سرد شدم. تصمیم گرفتم همونجا بمونم. به هر حال باید هر طور شده الیفو پیدا کنم. پس دیگه واسه چی دنبالش میگردی؟ میخوام قانونی جداشم. گفتم که قلبم مثل سنگ شده. یه بار عاشق یکی شدیم، از اونم دل کندیم. چیکار کنیم؟ تقدیره. حالا باید پیداش کنم. فقط تو میتونی بگی کجاست. نمیدونی؟ نمیدونم. مسئول تمام این اتفاقات منم. کاش میتونستین رو در رو صحبت کنین، شاید همه چی فرق میکرد. مراد، احساساتتو درک میکنم. این اتفاقات ربطی به تو نداره. خیالت راحت باشه. اگه میخوای واقعا حلالت کنم، کمکم کن تا الیفو پیدا کنم. عجله نکن، یه بار دیگه فکراتو بکن. این حرفا رو ول کن. فقط کمکم کن پیداش کنم. فعلا با اجازه، خیلی کار دارم. اگه فهمیدی الیف کجاست، من تو این هتلم. مراد، الیف چطوری؟ من خوبم. اومدم یه چیزی بهت بگم الیف. لطیف اینجاست، تو ترکیه. به من چه؟ ببین الیف، لطیف سعی داره پیدات کنه. اون تو این 6 سال باسم حتی یک خط نامه هم ننوشت. اون برات نامه نوشت الیف، پولم فرستاد. همشونو من برداشتم، به تو هم نگفتم. همش تقصیر منه. دیگه برام مهم نیست. یعنی چی که مهم نیست؟ خواهش میکنم یه دفعه هم دیگه رو ببینین. شاید بی خودی خودتو خسته نکن مراد. نمیتونه سوار هواپیما بشه بیاد؟ آخه آدم سراغ زنشو نمیگیره، نگرانش نمیشه؟ فرض کنیم تو اشتباه کردی، ولی اون حتی نگران نبود بدون مردم یا هنوز زنده، سلامتم یا بیمارم. ولی تو هم واسه اون نامه نوشتی و تهدیدش کردی. چه تهدیدی کردم؟ ازش پول خواستی. گفتی اگه پول نفرسته. دروغه، همش دروغه. حتی یه خطم براش ننوشتم، نتونستم. اون دروغ میگه. تو این کار دخالت نکن. یه کاری مونده که باید انجامش بدم، بعد هر کی به راه خودش. ولی اگه بیخبر از من آدرسمو بهش بدی، اون دنیام راحتت نمیذارم مراد. گفته باشم. من بهش گفتم مغازه رو همینطوری ول نکن. ببین آخرش روستا ابراهیمو فراری داد. تو خیلی حرف میزنی. اما مراد چرا نمیاد؟ کجا رفته؟ اما مراد بالاخره سوپرمن اومد. چطوری افه جون؟ خسته نباشی مادر. ممنون پسرم. بذار ببینم بال در بردی یا نه. نه هنوز در نیاوردی. سونا بسه. من دارم میرم مدرسه. پسرم اف منتظر تو بود.
زنگ اول معلم نداشتن، موند با تو بره مدرسه. ببرش. افه جون پسرم لطفا منو ببخش، یه دفعه دیگه باهات میام. خب فکرم خیلی مشغوله. کی فکرت مشغول نبوده؟ بیا افه بیا، خودم میبرمت مدرسه. برو. پسرم چی شده؟ یه زندگی مشترک رو خراب کردم. 6 سال از زندگی اونا رو تباه کردم. نمیدونم، حالا بین دوتاشون قرار گرفتم. اگه کمک این یکی بکنم حق اون یکی رو خوردم. اگه کاریو که اون یکی خواسته انجام بدم، آی خدای من، خدای کمکم کن. سانا چه خبر؟ خوبم، تو چه خبر؟ میگذرونی؟ نوبایی چطوره؟ نپرس، خیلی کار خسته کننده یه، ولی چی کار کنم؟ ای بابا کار باشه. خب دیگه از اینجا با دقت برو اون طرف خیابون، دیگه راهی نمونده، مدرسه همونجا است، بیا بری. خب برو یه بار دیگه صحبت کن، سعی کن یه جوری مشکل رو حل کنی، بالاخره باید یکیشونو قانع کنی. کوتاه نیا. شما درست میگی مادر، ولی اوضاع خیلی خرابتر از این حرف هست. یکیشون میگه با تهدید کلی ازم پول گرفته، اون یکی هم میگه من اصلا پولی نخواستم. یکیشون داره دروغ میگه، ولی کدومشون؟ چطوره؟ خوبه؟ خوش میگذره؟ نباید هم دیگه رو هل بدین. خب دیگه نوبت توه. الیف خانم. سلام آقا طارق. سلام. بریم. بفرمایید. ببخشید. اوستا ابراهیم، اوستا چی کار میکنی؟ خودت میبینی که دارم کار میکنم. بیکاری بده، اینجوری زندگی نمیگذره. اوستا جای شما محفوظه، مغازه بدون شما خالیه. نمیشه که شما اینجا پریشون باشی و ما اونجا. بیا با هم صحبت کنیم، شما مثل پدر منی. میدونم خطا کردم، بزرگترها باید ببخشن، مگه نه اوستا ابراهیم؟ من باید برم، بعدا صحبت میکنیم. داشتم به حرفات امیدوار میشدم. خیلی ممنون آقا طارق، خیلی لطف کردین. خواهش میکنم، وظیفمه. بشرا عزیزم. مامان جونم. دختر خوشگلم. خدایا دارم دیوونه میشم. این دختر دیگه کیه؟ مامان ببین اینجا سوار هواپیما میشیم، میریم پیش بابام. دیدی این هواپیما خیلی قشنگه. نقاشی دیگه هم کشیدی دخترم؟ خب برو بیار ببینه. ببینی؟ خیلی قشنگه. یه پیشرفته‌ای کردیم، نمیدونم آقا طارق چیزی بهتون گفته یا نه. احتمال اینکه الیف بتونه دخترشو بگیره هست، ولی ما خیلی به بشرا عادت کردیم. اون این دختر خودمونه، هرچند به عنوان سرپرست موقتش هستیم. شما مادرشین. خوشحالم که شرایط بر وفق مرادتون شده.
وضع الیف نسبت به 4 سال پیش خیلی بهتره. بیمه که داره، حقوقش هم افزایش پیدا کرده. انشالله بعد از اینم دیگه مشکلی نخواهد داشت. واقعا ازتون ممنونم. قرار آقا طارقم دنبال کارای اداری تو بهزیستی باشن. من بشرا رو مرتب میارم دیدنتون. اصلا شک نکنین، باور کنین، قول میدم. دخترم. مامان ببین. این بابامه، اینم تویی. شبیه‌تون شده؟ آره شبیه. جونم عزیزم. یادت رفت قرار بود به دیوار آویزونش کنی. باشه عزیز دلم. فردا بازم بیا. باش. الیف. مراد. بهتره کمی با هم صحبت کنیم. الیف بذار برسونمت خونه. آقا طارق، مراد یکی از دوستای نزدیک شوهرمه. آقا طارق هم معاون اداره بهزیستی هستن. مراد منو میرسونه. آقا طارق شما زحمت نکشین، بابت همه چی متشکرم. خواهش میکنم، بهتون خبر میدم. تو داری تعقیبم میکنی؟ این حرفا رو ول کن الیف. اون دختر توه؟ بله دختر منه. خب پدرش کیه؟ اصلا میفهمی داری چی میگی مراد؟ پدر دخترم لطیفه. من تمام عمرم کسی رو غیر از لطیف دوست نداشتم مراد، ولی اون چی کار کرد؟ رفت. ولی لطیف نمیدونه دختر داره. معلومه که نمیدونه. زنگ زد، سراغ گرفت، اومد. نه من مجبور شدم دخترمو بدم آدمای غریبه بزرگش کنن. مطمئن بودم بهتر از من بهش رسیدگی میکنن، در حالی که معلوم نبود آقا تو آلمان چی کار میکنه. بازم میخوای از لطیف دفاع کنی؟ آره آقا مراد. ای بابا دارم میگم نامه ها رو من دزدیدم الیف. اونم از این فرصت استفاده کرد. اگه گناه تو یکیه مال اون 1000 تاست. ولی حقشه بدونه یه بچه داره. اون حق دونستن هیچیو نداره. ببین بعد از چند سال برگشته وطنش، مطمئنم اومده منو طلاق بده. ولی نه، تا دخترمو نگرفتم طلاق نمیگیرم. نمیشه. این همه سال صبر کردم، نمیتونم به خاطر اون دخترمو از دست بدم. اگه طلاق بگیرم بشرا رو به من نمیدم. فهمیدی چی میگم آقا مراد؟ نباید به هیچ وجه به لطیف بگی من کجام. فهمیدی چی گفتم؟ خیلی خوب برو. بفرمایید. برو ببینم. بفرمایید. این پول کافی نیست کوچولو. ولی آخه بیشتر از این ندارم. پس حالا صبر کن، دفعه دیگه نوبت توه. بیا این بر وایسا. افی تو اینجا چی کار داری؟ میخوام سوار تاب بشم. مگه الان وقت مدرسه نیست؟ اگه نرفته باشی مدرسه سوارت نمی کنم. اول درس بعد بازی باشه. شنیدی؟ عمو جون گفت اونایی که مدرسه نرن سوار نمیشن. بوده ببینم باید بریم، زود باش. خداحافظ عمو جون. خداحافظ پسرم. بفرمایید آقا. سوار شو. برو اون پشت. ای واش کارا به هم گره خورده. بله مراد، همه چی ریخته به هم. ساعت چنده؟ افه کجاست؟ وای ببین چند شده. پسرم، برادر ابراهیم رفت، منو گذاشتی اینجا با افه هم که نمیری. اینجا چه خبره؟ ببین پسرم، حقه، کوچیک و بزرگم نداره. دنبال بعضی از حقوق مردم میری ولی حق اونایی رو که خیلی بهت نزدیکن نادیده میگیری. باشه مادر دیگه نگو. برم فوراً افه رو پیدا کنم. افه خوش اومدی مروه. سلام خاله ملک. معلوم هست چه خبره مراد؟ میدونی افه رو کجا پیدا کردم؟ مدرسم نرفته. واسه چی نرفتی مدرسه؟ خب کیف تغذیه‌ام نبود. برم دنبال اوستا ابراهیم. حق دارین. خب آخه آقا ابراهیم من چی کار کنم؟ نمیگم که کاری کنی، فقط این ماه اینطوری شده. ولی تو هیچ وقت همچین کاری نمی کردی آقا ابراهیم. چیه اوستا؟ مشکلی پیش اومده؟ چیزی نیست. مشکل مالیه؟ حلش میکنیم برادر. بعدم میام پیشت. خب دیگه خداحافظ. اوستا ابراهیم حلش میکنیم. ببین مراد،
معلومه هنوز منو نشناختی. اصلا کار خوبی نکرده. اینجا تو محلی که 40 ساله دارم کار میکنم اینطوری رفتار کردی. در ضمن تو تمام زندگیم هیچ وقت زیر بار منت کسی نرفتم. من فقط خواستم کمک کنم. همیشه که اوضاع اینطوری نمیمونه مراد. ما هم بالاخره خدایی داریم. چه حرفیه؟ خداحافظ. کارت شناسایی لطفا. بفرمایید. اینجا رو امضا کنید. سلام. با لطیف سمرجی کار داشتم. اجازه بدید. چیزی پیدا کردی؟ آره، ولی متفاوت از اونی که فکر میکردی. بگو مراد. من به خبرهای بد عادت دارم. بگو. لطیف، تو یه دختر داری. تو از کجا میدونی؟ تو که از محل زندگی الیف خبر نداری. چطور این حرفو میزنی؟ بعد از اومدن تو از چند نفر پرسجو کردم. دم خونه قبلیتون درباره یه دختر بچه چیزایی گفتن. الیف چی؟ اسباب کشی کرده. نمیدونن کجاست. لطیف، وضع مالیم خیلی بده. باید سریعتر پول بفرستی. اون مقداری که میفرستی دیگه کفایت نمیکنه. من خسته شدم. برای آخرین بار بهت میگم اگه نفرستی دنبال کار میگردم و به کلی فراموشت میکنم. الیف، امکان نداره. بی خودی خودتو خسته نکن. حتما تو الان برای خودش کاری دست و پا کرده و منم فراموش کرده. به هر حال من دیگه به توهین و تهدید و بیمهری عادت کردم. این حرفو نزن لطیف. تو که باید الیفو خوب بشناسی. حتی فردی که محکوم به اعدام حق آخرین دفاع از خودشو داره. من دیگه به هیچ کس اعتماد ندارم مراد. انگار زمین دهن وا کرده و الیفو بلعیده. هیچ کس نمیدونه اون کجاست. به هر حال اگه ازش خبری گرفتی بهم بگو. اصلا نمیفهمم مادر. باز چی شده؟ حرف گوش نمیکنه. گیر داده که میخواد جدا بشه. یک کم صبر کن. هنوز که چیزی تمام نشده. باید هر کاری از دستت برمیاد انجام بدی. تو وظیفتو انجام بده، نتیجهش با خداست. البته که با خداست، ولی یه دروغی تو کاره. در مورد نامه ها. یعنی اون نامه ها رو الیف ننوشته، درسته؟ درسته. شاید در اون صورت خودش بتونه حدس بزنه نامه ها رو کی نوشته. چیه؟ چی میخواد؟ لطیف. لطیف؟ تو هم مراد؟ تو هم به من دروغ گفتی؟ برای چی؟ ببین اینجا یه سوء تفاهمی شده. ببین من دیگه برام مهم نیست. ای کاش فقط بهم اهانت کرده بودی. ولی چی؟ بگو. ها؟ چی؟ ولی چی؟ میخوای بگی از چیزی خبر نداری؟ تهمت که زدی، دروغ که گفتی، بعدشم رفتی. زندگیمو تباه کردی الیف. دیگه بین من و تو چیزی جز یه عهدنامه خشک خالی باقی نمونده. باید زمانی که منو تنها و بی پول ول کردی رفتی فکر اینا رو میکردی. من تو رو بی پول ول کردم؟ آره؟ پس کی ول کرد؟ تا جایی که تونستم کار کردم.
شب تا صبح جون کندم برای زندگی خوب، ولی دیگه تموم شد. هرچی خودم رو فریب دادم بسه، از هم جدا میشیم. نه طلاق نمیگیرم. برای چی؟ این دفعه دیگه چه نفعی برات داره؟ برای طلاق گرفتن پول میخوای؟ آره؟ خونه و زندگی تو که به خاطر پول از بین بردی، حالا دیگه پول واسه چی میخوای؟ بیا بگیر. این مسخره بازی ها رو تمام کن. پول تو رو نمیخوام، گم شو برو. نمیخوای ها؟ یعنی تو پول نمیخوای؟ پس اینا چیه بگو. برای اینکه ازم پول بگیری حرفی نمون که تو این نامه ها بهم نگی. بگیر. دیگه تموم شد. هر کاری کنی فایده ای نداره. الیف، باید درباره این نامه ها صحبت کنیم. من هیچ حرفی ندارم که راجع به اون مرد بزنم. ولی این نامه ها باید توجیهی برای این نامه ها باشه. الیف، کی میتونه از اطرافیانت همچین کاری بکنه؟ من چه میدونم؟ من که کس و کاری ندارم. نمیدونم مراد. دیگه اصلا برام مهم نیست، ولی نمیذارم اونم به خواستش برسه. حاضرم برای آینده دخترم هر کاری لازمه بکنم. طلاق نمیگیرم. لطیف، دیگه تحمل ندارم. باید سریع پول بفرستی. لطیف، نمیدونم چطوری ولی سعی میکنم با این پول بسازم. زندگی سخته، خیلی خرج داره. لطیف، با پولی که دفعه پیش فرستادی اصلا نتونستم از خونه بیام بیرون و تمام ماها با سختی گذروندم. همشون این همه به خاطر پول نوشته شدن. خدایا این کار کیه؟ دارم دیوونه میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. زود باش آقا جون، بزن به چاک. برای چی برادر؟ من دیروزم همینجا وایسادم. دیروز وایسادی برای اینکه دیروز من نبودم. حالا زودتر برو. خب امروزم وا میسم. مگه چیه پسرم؟ گفتم که کشش نده. گفتیم بزن به چاک. برو بابا. برو دیگه. اینجا مال آخرین شد. آخ چی کار میکنه؟ اینجا ببینم. نزن. خواهش میکنم. برو. استاد ابراهیم. بلند شو. صبر کن. بیا. ممنونم پسرم. حالش خوبه؟ ای بد نیست. یعنی چی بد نیست؟ بازم حمله قلبی. این حمله ها نباید تکرار بشه. دلم میسوزه، همش تو خیابوناست، اونم تو سرمای زمستون. چیکار کنم؟ نمیتونم قانعش کنم مروه. یکم به خودت بیا مراد. حتی آدم صبوری مثل اوسا ابراهیم هم خسته کردی. باید بهت تبریک گفت. دختر گلم، خدا رو شکر بهتر شدی. نگفتم بهتر میشی؟ الان دیگه خوبه مگه نه؟ تا اوسا ابراهیم اینجاست. مراد، اون هر کی میخواد باشه. نباید اینقدر با خشونت رفتار میکردی. خیلی عصبانی شده بودم. ضمناً اگه پول زیادی داری برو فقیرا رو سیر کن. زمین ریختن پول هنر نیست.
به هر حال برای چیز دیگه اومدم اینجا. میخوای دخترتو ببینی؟ نمیخوام اونو ببینم. اگه اون بخواد پدرشو ببینه چی؟ مطمئن نیستی اون دخترته؟ اسمش بشرا است. اینجا زندگی میکنه؟ آره. 1 سال و نیمه که یه خانواده سرپرستیشو به عهده گرفتم. یعنی از وقتی که اوضاع مالی الیف بد شد. ببین لطیف، نمیخوام با حرفم تحت فشار بذارمت. هرچی که صلاحه همون میشه. ولی اگه قراره این خانواده دور هم جمع بشن، فقط زیر سایه تو امکان پذیره. خودت هم اینو میدونی. ولی مراد، به نظر من بشرا باید پیش خانواده خودش باشه. درسته میگم؟ درسته مراد. فکر میکنم تکبر به خرج دادم. باید یه کاری بکنم. نمیتونم اجازه بدم دخترم پیش خانواده دیگه‌ای بمونه. جدی میگی؟ البته که جدی میگم. من داشتم از زیر بار مسئولیت شونه خالی میکردم. ولی به کمک تو این اتفاق نیفتاد. خانواده‌مو دور هم جمع میکنم مراد. نگران نباش. با همسرم دوباره مثل سابق میشیم. مثل قبل از رفتنم. پس بیا بریم پیش الیف. این دلخوری نباید بیشتر از این کش پیدا کنه. صبر کن مراد. به اندازه کافی کمکمون کردی. از این به بعدشو خودم حل میکنم. حلالت کردم. زنمو که از دست ندادم هیچ حاله بچه‌م دارم. دیگه چی میتونم بهت بگم؟ فشارتون خوبه؟ ممنون دخترم. دیگه میتونم برم؟ البته، ولی ممکنه این بیماری بازم بیاد سراغتون. میدونم دخترم، میدونم. بهتره یکم بیشتر مراقب باشین. یعنی چی؟ یعنی زیاد بیرون نمونین و خسته نشین. بهتره بیشتر استراحت کنین. ولی دخترم باید نون درارم. میدونین چی عمو ابراهیم؟ شما کار به اون خوبی داشتین. چی میشه باز برگردین پیش مراد و نون؟ خب دیگه خداحافظ. خداحافظ. مراد، من دیگه باید برم. تو هم خیلی معطل کردم. ببخشید. این چه حرفیه لطیف؟ ما هم رفیقیم. میبینمت. به امید دیدار. خداحافظ. خداحافظ. بشرا؟ بابا منو میشناسی؟ تو بابای منی. بریم پیش مادر دخترم؟ مگه مامان کجاست؟ چرا نیومد اینجا؟ منتظر ماست. بیا بریم. خسته نباشی. چه خبر؟ بچه ها مادر هدیه بزرگ الهی هم. لطیف تا دخترشو دید کوتاه اومد. واقعا؟ اون نامه ها چی شدن؟ هنوز معلوم نیست، اما مهم نیست. اونا آشتی کردن. پسرت هم دیگه از همین حالا آماده به فرمانته. انگار چی کار کرده؟ آماده به فرمانمه. سلام، حالتون چطوره؟ خوبی ملیف، تو چطوری؟ ممنون. اومدم دیدن بشرا. اینجا بود، داشت با دوستش بازی میکرد. ها؟ اسباب بازیشم اینجاست. دخترم بشرا کجاست؟ اون رفت. کجا رفت؟ باباش اومد، با هم رفتن. چطور؟ کی اومد؟ وای خدای من. ما کسی رو ندیدیم. چطور ممکنه؟ اون کارشو کرد. آخر به هدفش رسید. ولی من میدونم کی باعث همه این مشکلات شده. مراد، بفرمایید. الیف، من میخواستم بیام دیدنت. برای چی؟ برای اینکه به هم بگی چه زن احمقی هستم؟ از جون ما چی میخواستی ها؟ از جون دخترم چی میخواستی؟ الیف، چی شده؟ دخترمو دزدید. چی؟ خدا میدونه اون لطیف عوضی چه خیالی داره. همش تقصیر توه، تقصیر تو. الیف وایسا کمکت میکنم. چجوری میخوای کمکم کنی؟ ها؟ حتما همونطور که تا حالا کمک کردی. آدرس هتل لطیفو میدونم. باید عجله کنیم، بریم. ممکنه آقای لطیف سمرجی رو ببینم؟ آقای لطیف تشریف بردن قربان.
چی؟ 2 ساعت پیش رفتن. دخترشون هم همراه شد. ای خدا، حالا باید چیکار کنیم؟ تو همه چی رو میدونستیم، بگو دیگه باید چیکار کنیم؟ خواهش میکنم کمک کنین. لطیف دخترشو دزدیده و فرار کرده. آخه آدم واسه چی دختر خودشو بدزده؟ حتما با هم رفتن بیرون گردش. این که چیز مهمی نیست که. اما کمیسر، اون کارگر نونواییه، اینجا نیست، تو آلمان کار میکنه. من که نفهمیدم اون تو آلمانه یا اینجاست. تازه اگه تبعیت آلمان رو گرفته باشه، اینترپل باید این مسئله رو رسیدگی کنه. از دست منم کاری بر نمیاد. باید بری دنبال اون کار. نه هنوز تبعی آلمان نشده. اصلا برای همین میخواد از زنش جدا بشه، واسه اینکه تبعی آلمان شه. حالا که دخترشو دزدیده. خب زنش خونه ما سلام بردمش. تو سر عجب آدمی هستی یا باز خودتو درگیر این ماجرا کردی؟ من گفتم که داستان خیلی پیچیده است. ضمناً اونا همدیگه رو خیلی دوست دارن. طلاقم نمیخوان. متوجهی چقدر داری پرت و پلا میگی؟ مگه من وکیلم؟ مردم پی دیوانه و ما در حسرتی عاقلیم. خواهش میکنم کمک کنین. اون دخترشه ولی کاری که میکنه غیر قانونیه. ببین چی میگم، اگه گند این کار در بیاد روزگارت سیاه میکنم آقا مراد. چرا نمیخوری؟ تو که کوفته دوست داری. چی؟ بیشتر از همه خوره که بادمجون دوست داری ولی اذیتت میکنه. سربازیت هم تو دیاربکر بوده. پدرت هم یعنی با بزرگ من کشاورز بود. درست گفتم؟ آره درست گفتی، ولی از کجا میدونی؟ مامانم برام گفته. مامانم همیشه از شما برام میگه. جدی؟ بله جدی. ببین اینم با مادرم انداختین مگه نه؟ مامانم اینجا خیلی خوشگله. خیلی خب بگیر. عکسای دیگه هم هست ولی دست مامانه. بس اینقدر از مادرت تعریف نکن. آخه چرا؟ دسرم میخوری؟ باباها اینطوری نمیگن. چطوری میگن؟ اونا عصبانی نمیشن، مهربونن. باشه عصبانی نشدم. راست میگی؟ راست میگم. دسرم بخوری؟ باش. هی ممنون. خدا نگهدار. مامان کجاست؟ نمیدونم. یعنی چی که نمیدونی؟ قرار بود بریم پیش مامانم. آره جونم میریم پیش مامانت. ولی گفتی نمیدونی. همینجوری گفتم. همینجوری یعنی چی؟ بشرا جون خیلی سوال میکنی. به بابات اعتماد کن، همه چی درست میشه. قبوله؟ قبوله بابا جونم. آفرین به دختر خوشگلم. بیا بریم. مراقب باش، معلومه هست حواست کجاست. معذرت میخوام برادر. ای بابا ببخشید. عجب آدمایی پیدا میشن. بشرا بشرا کجایی؟ دخترم بشرا کجایی؟ این بچه کجا رفت؟ بشرا بچه ها آروم باشین، از زنجیره آویزون نشین. آفرین. خیلی قشنگه. منم میخوام سوار شم. تو پول داری؟ مگه چقدر پول میخواد؟ خیلی ره. ولی من پول ندارم. خب منم همینطور. خب پس چی کار کنیم؟ بیا بریم خونه. اما مراد بهمون پول میده. باش بوده بریم. اینجا دیگه کجاست؟ باید از کدوم طرف بریم؟ افه عمو ابراهیم پسرم تو اینجا چی کار میکنی؟ تو دیگه کی هستی؟ بشرا.
خدایا دارم دیوونه میشم. اگه بلای سر دخترم بیاد با این عذاب وجدان نمیتونم زندگی کنم مادر ملک. خدایا بچه‌مو از خطراتی که ممکنه به خاطر اشتباهات ما سرش بیاد حفظ کن. خدایا خودت کمک کن. عزیزم الیف یکم آروم باش، به این آبو بخور. نه مادر ملک، من آب نمیخوام. میدونم تو آدم خوبی هستی، ولی چطور ممکنه آدم خوبی مثل تو چنین پسری داشته باشه؟ من بیچاره شدم مادر ملک، بیچاره. آخه پسرت منو واسه چی آورد اینجا؟ بهتره برم بیرون دنبال دخترم بگردم. باید برم. بذار برم مادر ملک. صبر کن الیف، مراد رفته پیش پلیس، انشالله با خبرهای خوب برمیگرده. نمیاد. پسرت اصلا در حقم خوبی نکرده. اصلا. چی شد؟ با پلیس صحبت کردم، دنبالشن، همه جا دنبالشن، حتما پیداش میکنن. چطور پیداش میکنن؟ بذار برم، خواهش میکنم بذارین برم دخترمو پیدا کنم، خواهش میکنم. صبر کن الیف. کجا میری؟ الیف صبر کن. دخترم عزیزم کجا رفته بودی؟ کجا؟ باز کجا رفته بودی؟ داشتن تو خیابون میگشتن، منم آوردمشون، اما این دختر رو نمیشناسم. خدا عمرت بده عمو جان، خدا عمرت بده. سلامت باشی دخترم، کاری نکردم. زود باش برو تو خونه، دیگه حسابی خودسر شدی. ولی من میخواستم یه کمی بازی کنم. من میخواستم تاپ سوار بشم. برو تو. زود باش برو تو. بودو مراد پسرم، از آقا ابراهیم تشکر نمی کنی؟ استاد ابراهیم، خدا رو شکر. استاد ابراهیم، استاد ابراهیم، شما واسه چی تو خیابونایی؟ تو واسه چی تو نونوایی نیستی؟ از مثل همیشه همه چیز به هم ریخت. میدونم بد کردم، دلگیرت کردم. اونش مهم نیست، مهم اینه که ببخشید دوست ابراهیم. کجا رفت؟ مراد، لطیف، دخترم کجاست؟ چی داری میگی؟ خودت میدونید چی میگم. دخترم کجاست؟ مادر جون شما برو تو، درم ببند، چیزی نیست، بفرمایید. لطیف آروم باش. مراد بذار برم. بیا صحبت کن لطیف، صبر کن. چه خبره؟ اینجام لطیف، من اینجام. چی میخوای؟ الیف خیلی دلم میسوزه. جدی؟ برای چی؟ برای خودمون، واسه اینکه به این روز افتادیم. دیگه پیش اومده. آره پیش اومده، ولی این کارا شایسته ما نیست. این کارو همینجا تموم کنیم. حالا برو. خب اگه برم ازم طلاق میگیری؟ ازت طلاق نمیگیرم لطیف. میدونی چند سال از عمرمو تباه کردی؟ فکر کردی آسونه؟ آره فکر کردی آسونه؟ یه دختر مادر ملک به دادم برس. مادر ملک ولم کن. بسا برم. لطیف ولم کن. گفتم ولم. لطیف وایسا. لطیف لطیف بچه رو بل کن. گفتم بچه رو بل کن. لطیف حالتون خوبه آقا لطیف؟ نگران نباشین. چطور نگران نباشم؟ پام شکسته. نمیدونین چقدر بد افتادین. باید شکر کنین فقط پاتون شکسته. حالا باید یکم استراحت کنین. مگه کار دیگه هم میتونم بکنم؟ این انگشت اشاره است. اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. دیگه بیشتر از این چی میخواد بشه؟ بهتره بری باش حرف بزنی. یه بار حرف بزن، شاید مسائلی هست که به هم نگفتین. دیگه تحملش رو ندارم مراد. متوجه نیستی؟ دیگه نمیتونم باهاش سر و کله بزنم، هر چی میخواد بشه. دروغ نگو. اگه واقعا اینطوری بود تا اینجا نمی اومدی. زودتر از من دویدی بیمارستان. اگه حرف بزنم چی عوض میشه؟ حرف نزنین چی عوض میشه؟ ببین اگه نگرانی دخترتو بسپار به مادرم. یکی اون همسرته، حتما 2 کلمه حرف دارین که به هم دیگه بگین. به بابام سلام برسون مامان.
الیف برای چی اینقدر تعجب کردی؟ آدم نمیتونه بیاد دیدن همسرش؟ البته که میتونه بیاد ولی خدا رحم کرد. خیلی درد داری؟ نه اونقدری که زمان دوری از تو داشتم. باز داری برام داستان تعریف میکنی؟ نه برات داستان نمیگم، نگران نباش. کی گفته نگرانم؟ اصلا واسه چی نگران باشم؟ نگران نشدی؟ چه میدونم؟ نه نگران نشدم. دروغ نگو. من با وجود همه اون مسائل بازم نگرانت شدم، با اون همه درخواستی که تو نامه برام نوشته بودی. چه نامه ای؟ من تو نامه ها چی نوشتم؟ خودت بهتر میدونی. چه نقشه ای برای زندگی آیندت داری؟ چه نقشه ای لطیف؟ این حرفای مسخره چیه؟ من همچین چیزایی برات ننوشتم. ثابت کن. ثابت کن. چی رو ثابت کنم؟ اصلا نمیفهمم داری چی میگی لطیف. چطور میتونم به تو ثابت کنم؟ فیلم بازی نکن که چیزی نمیدونی. فیلم بازی نکن. تو وجودمو به آتیش کشیدی، قلب منو شکستی، بیچارم کردی. لطیف اگه چیزی میخوای بگی رک حرفتو بزن. منظورت چیه؟ اگه حالت نیست چی میگم؟ یه بار دیگه نامه هایی رو که واسم نوشتی بخون دیگه. بس دیگه. کدوم نامه ها؟ آقا مراد راه نونوایی یادتون نرفته؟ کنتور خدا سنا. یه چیزی بده من اینا رو بذارم توش. ببینم اینا نامه های الیف و لطیف نیستن؟ چرا؟ تو از کجا این نامه ها رو میشناسی؟ هیچی بابا، همینجوری گفتم. از کجا باید اونا رو بشناسم؟ من سونا حرف بزن، وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. حرفاتو باور نمیکنم. فهمیدی؟ هنوزم میگی نامه. تو داری دروغ میگی. من از نامه هیچی نمیدونم. یه نفر آوردم که راجع به نامه های چیزی میدونه، میخواد باهاتون صحبت کنه. شروع کن. بعد از مدتی که لطیف رفت آلمان شروع کرد به نامه فرستادن. خودتون قبلا قرار گذاشته بودین که نامه ها رو بفرستین خونه مراد. ما اون موقع از هم جدا نشده بودیم، یعنی نامه ها میومد خونه ما. منم بیشتر اوقات روز خونه بودم. اگه یادت باشه اوایل یکی دو تا نامه برات آوردیم ما. آره، برای چند تاشونم جواب نوشتم. اوایل اون جوابا رو برات میفرستادیم. ادامه بده. بعد از اون بود که یه روز متوجه شدم تو اون پاکت ها پولم هست. اینو به مراد گفتم. اون سالها دزد ماهری بود. همش تو این فکر بود که چیو از کجا بدزده، سر کی کلا بذاره، کجا بره سرقت. کاش فقط فکرشو میکردم. بعدش ما تصمیم گرفتیم پاکت ها رو باز کنیم و باز کردیم. توی اولین پاکتی که باز کردیم 250 یورو بود. ما هم اون پولو صاحب شدیم. ولی بعدش نامه رو به تو ندادیم الیف. این پولا هر ماه، حتی گاهی اوقات هر 15 روز یه بار برات فرستاده می شدن. ما دیگه به خوردن پول مفت عادت کرده بودیم. بعد از یه مدتی شروع کردم به نامه نوشتن برای لطیف. این نامه ها رو از طرف الیف می نوشتم. همش پول بیشتر می خواستم و اونم بیشتر می فرستاد. بعدش بازم بیشتر. مراد از کش رفتن من خبر نداشت. اون فکر میکرد فقط 250 یورو میفرسته. من 250 یورو رو میدادم بهش و بقیه پول خودم برمیداشتم. بعد تا میتونستم تقاضای پول بیشتر میکردم. لطیف تو نامه هایی که جواب میداد، یعنی در واقع برای الیف مینوشت، میگفت که نمیتونه بیشتر از این بفرسته و میخواست درکش کنه. ولی من دیگه به این کار عادت کرده بودم، یعنی به خوردن پول مفت عادت کرده بودم. آخرشم خب حرف بزن سونا. حالا که تا اینجاشو گفتی بقیه‌ش هم بگو. بعدم که دیگه پول بیشتری نفرستاد یه دروغ گفتم اگه پول بیشتر نفرستی
برای همیشه ترکت میکنم و دیگه حاضر به ادامه زندگی با تو نیستم. دیگه دنبالم نیا. خیلی خوب، تمومش. فهمیدم. دیگه نگو. تو به همسرم تهمت زدی، معلوم شد. ما رو به خاطر پول بدبخت کردی. من خیلی عذر میخوام، خیلی پشیمونم و خواهش میکنم منو ببخش. الیف کجا؟ الیف منو ببخش، اشتباه کردم. نرو الیف، برگرد. من جایی نمیرم، دخترمون ها برده. دخترم. از دستت خیلی عصبانی بودم مراد، خدا خودش میدونه، ولی حالا که باز باعث شدی یه خونه باده بشیم حلالت میکنم. ممنونم خواهر. اگه حلالم نمیکردی نمیدونم بعد از مرگم چجوری به درگاه خدا حاضر میشدم. خب من چی میشم؟ ببین از دست تو هنوز دلگیرم، گفته باشم. تو رو خدا منم ببخشین دیگه، وگرنه مراد. ای بابا سونا، چرا منو دخالت میدی؟ چرا دخالت ندم؟ اگه الان منو نبخشن که دیگه نمیذاری پامو بذارم تو نونوایی. نگران نباش، دیگه دیدم نسبت به زندگی و اتفاقات عوض شده. یعنی اخراجم نمی کنی؟ اگه تا حالا بیرونت کرده بودم که نمیتونستم بفهمم چه اشتباهی کردی، در نتیجه نمیتونستم حلالیت بگیرم. آخه خب پس من زودتر برم سر کارم، نونوایی در انتظارمه. ببین همونطور که قرار گذاشتیم یه روز تو همراهش میمونی، یه روزم من. آره بشرا جون، تو کی میای اینجا؟ قرار بود وقتی مراقب باباتی به منم کمک کنی. منم دیگه برگردم نونوایی. نمیشه آخه به این سونا اعتماد کرد. اوستا ابراهیم هم که اوستا ابراهیم. مراد بازم آبرومو بردی. تمام شب دنبال کسی میگشتم که تو بیمارستان بود. عجب آدمی هستی مراد، حداقل یه خبری میدادی. یادم رفتی. این پسر هیچ کار عاقلانه ای نمیکنه. آخه تو چه جور آدمی هستی؟ فرار نکن بیا اینجا. فرار نکن. بهت میگم بیا اینجا.